اینجا پایانه نسیم شهر یا اکبرآباد تهران هست که سنگین سوارا میان اینجا بار بگیرن. برای اونایی میگیرم که دوست دارن از طریق کار سنگین سوارا اطلاعات داشته باشن. اینجا 4 تا در داره که این ورودی یکیش هست که راننده ها وارد میشن، از دفاتر بار میگیرن. شما از هر دری وارد بشی بعد شماره رو یادت بمونه از همون درم خارج بشی تا ماشینتو پیدا کنی. چون اینجا بزرگه، اگر در دیگه بری بیرون ماشینتو پیدا نمی کنی. خاطر باریابیش اینجا زیاده. شما هر باری که بخوای بگیری رو تابلوها هست، تابلوها میخونی، اگه خواستی میری داخل اون بار رو آزاد میکنی. اینا رو هم راننده‌ان که دارن داخل سالن میگردن تا بار مورد نیازشون رو بگیرن. هم از تریلی، 10 تن، جفت، تک، خاور. ما در یک اصلیش وارد شدیم که دفتر خود انجمن صنفی هم اونجاست که اگر راننده شکایت داشته باشه باید به اونجا مراجعه کنه. اینجا غرفه‌های زیادی داره، طبقه بالا رو هم داره که فیلمشو براتون میگیرم.